الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اعداء الدین. بحث ما در رابطه با میعاد بود. گفتم میعاد شدنی است، میعاد ممکن است و باز امر شد که میعاد نه تنها ممکن است بلکه میعاد حتمی است، قطعی است. حتما میعاد هست، حتما انسان دوباره زنده می شود و در قیامت محشور می شود. چند دلیل بر وجوب میعاد یا حتمی بودن میعاد عرض کردیم. اولین که گفتیم که اگر میعاد نباشد لازم می آید که انسان خوب و بد یکی باشد و این ظلم است و خداوند ظالم نیست، عادل است. پس حتما میعادی هست که در آنجا، در اون دنیای دیگر که انسان ها زنده می شود، عدالت تحقق پیدا می کند. انسان خوب جزای خوب می بیند، پاداش خوب می گیرد. انسان بعدم به کیفری بعدی خود برسد. بازم گفتیم که دلیل دوم این که اگر میعاد نباشد خلقت عبث و بیهوده است. چون خلقت در این دنیا، اگر خلقت منحصر به این دنیا باشد، این دنیا محدود است. این دنیا دو روزه است، چند روزی است و اینکه خدای حکیم انسان را برای دو روز و چند روز خلق کند، این خلاف حکمت است. این فعلی حکیمانه نیست و ما می‌دانیم خداوند حکیم است. پس حتما غیر از این دنیا دنیای دیگری است که انسان در آنجا زندگی طولانی مدت دارد، زندگی ابدی دارد. انسان خوب به جای خوب می رود، انسان بدم به جای بد. دلیل سومی بر لزوم و حتمی بودن میعاد این است که خدای سبحان وعده به میعاد داده است. در همه ادیان آسمانی که میبینیم گپ از میعاد است. مثلا در قرآن گفتیم که در هر صفحه از قرآن وقتی که مطالعه کنیم، بخوانیم، میبینیم که گپ از میعاد است، گپ از قیامت است، گپ از بهشت و دوزخ است. این وعده الهی است برای خوبان که حتما دنیای دیگری است، بهشتی هست که آنجا به شما ثوابتان را میدهیم، آنجا پاداشتان را میدهیم. این وعده را خداوند داده است. وقتی که این وعده را خداوند داده است، خداوند خلاف وعده نمی کند، خلف وعده نمی کند. یعنی به وعده خود وفا می کند. بدترین چیز و پسترین چیز و زشترین چیز خلف وعده است که یک کسی به یک چیزی وعده بدهد که من فلان چیز را به تو میدهم و به او ندهد. این که خداوند وعده داده هست، حتما به وعده خود وفا می کند. وعده بهشت داده هست، حتما به وعده خود وفا می کند. چون اگر به وعده خود وفا نکند و خلف وعده کند، این زشت است، این قبیح است و خداوند منزه و پاکی از قباحت است، از قبح است، از زشتی هاست. پس حتما میعاد هست چون خداوند به این وعده داده است.
الحمدلله رب العالمین.